y te viniste a mi vera cuando ya no. سلام به همه، امیدوارم که خوب باشین. من مرتضی سرجانی هستم و امروز اومدم مدرسه کریستینا هرن به همراه دوست خوبم کلارا و میخوایم این سری دیگه آواز رو شروع کنیم و یاد بگیریم که چجوری میشه یک آواز در دستگاه آلگریاس رو همراهی کرد. Salam, ¿cómo estáis? Soy Clara y estoy estudiando en la Cristina Jer en cante flamenco y vamos a cantar por alegrías. Sí. Las alegrías de Cádiz son un estilo dentro de las cantiñas, que es una familia muy grande de cantes. Las alegrías de Cádiz son un género dentro de esta familia grande. Y haremos el principio de la estructura tradicional, que es la salida y la primera letra. Las melodías por alegrías hay 6 estilos, pero se pueden simplificar en 3, que serían la melodía baja, la media y la alta, según el rango, si es más grave, media o muy aguda. Y vamos a cantar la media. La salida de alegrías tradicional es el tirititran, Vale. que se ve que viene, hay una anécdota de que había un cantador que se llama Espeleta, creo, que en medio de un espectáculo no se acordaba de la letra y empezó a improvisar con tirititran, y de allí eso se convirtió en la introducción, en la salida. خب من یه توضیح هم بدم برای از اون مارکینگ هایی که تو جلسات پیش یادش گرفتیم استفاده کنیم. البته ممکنه من زمانی که دارم کلارا رو همراهی میکنم چیزهای متفاوت تری بزنم و چون یه ذره جنبه ناخودآگاهی پیدا کرده، ولی شما میتونین به همون صورتی که از همون مارکینگ ها، از همون کمپاس هایی که تو جلسات پیش یاد گرفتیم با همونا خواننده ها رو همراهی کنیم. خب بریم اول شروع کنیم سالیدای آلگریاس یا همون تریتیتران رو به همراه کلارا اجراش کنیم. ¿Vamos solo con la salida? Sí, sí. Vale, sin letra, solo salida. سین لتر. Vale. خب حالا فرض میکنیم که فالستو رو اجرا کردیم و یه کمپاس میخوایم بزنیم که خواننده ورود کنه و سالیدای آلگریاس رو برامون اجرا کنه. نو توکو لا فالستا. Vale. ما تونستیم همراهی کنیم خواننده رو. البته که میتونیم یه سری آکوردهای متفاوت تر هم بگیریم که حالا یک بار دیگه تستش میکنیم با یه آکوردهای متفاوت تر. این هم یه فرم دیگه بود که یه 2 تا آکورد اضافه تر هم اینجا داشتیم. ببینید با همون پترنایی که اینجا استفاده می‌کردیم، یعنی از 1 تا 3 میتونیم اینو بزنیم، یا از 1 تا 3 موردهای دیگه داشتیم، مثلا از 12 به این شکل و 7 و 8 رو به این شکل مارک می‌کنیم. 6 7 8 9 10. اینجا میتونیم آکورد رو عوض کنیم، یعنی در واقع 6. اوکی. خب حالا یک بارم میخوام که کلارا دوباره بخونه و من دیگه آکورد نمیگیرم، فقط کمپاس میزنم و شما میتونید با صدای کلارا تمرین کنید. Tran, 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 tran.
خب اینم از بدون در واقع آکورد بود که بتونین رو شما هم آکورد بزنیم و خواننده رو همراهی کنیم. حالا بریم سراغ اولین کانته‌ای که تو آلگریاس قراره یادش بگیریم که همونطور که کلارا توضیح داد در واقع کانته مدیا هست و یک چیز خیلی بیسیک و تیپیکالی هستش که توی دستگاه آلگریاس اجرا میشه. Vamos a cantar el cante de Alegrías. ¿Vale? ¿La primera letra? Sí, la primera. Perfecto. Vale. کانته آلگریاس که دیدیم که خیلی از پترنایی که زدیم خیلی ساده بود، همش به همین سادگی، یعنی از 1 از 12 3 3 دوباره همین الگویی که تو 6 7 8 تا 10 داشتیم، یعنی 8 10. خب بریم حالا یک بار دیگه کانته رو همراهی میکنیم، یه خورده آکوردها رو تغییر میدیم و یه ذره متفاوت تر همراهیش میکنیم. بله otra vez. یکی از چیزایی هم که باید رعایت کنیم اینه که مثلا وقتی که میخواد خواننده ورود کنه یه جورایی ببندیم و اعلام کنیم که کمپاس در اختیار تو هستش. خب مثلا یکی از کارهایی که من اینجا میکردم به همین سادگی، مثلا وقتی میایم آکوردام که دیدین دوباره وقتی که میخواستیم بریم رو آکورد اولین بار خیلی ساده فقط رو ضربای 10 آکورد عوض میشد که میرفتیم رو سی C7 یا C7 فرق نمیکنه، ولی یه جایی هم از ضرب 6 یعنی میرفتیم رو آکورد فا دیز و دوباره رو سی عوض میکردیم میرفتیم رو آکورد سی و دوباره رو 10 میرفتیم رو آکورد به این شکل، یعنی در واقع 6 8 10 و
اینجا میتونیم یه وقتایی مثلا کمپاس آخرمون هست، مثلا اینجا رو اینجوری مارک کنیم، بگیم 12 گلپه 1 2 3 اوکی. پس اینم شد از لترای آلگریاس که یک بارم اجرا میکنیم بدون در واقع هارمونی، بدون آکورد، که شما بتونید تمرین کنید. Podemos cantar otra vez más sin armonía. Sí. ¿Vale? این از ویدیو امروز شد که البته نیاز به توضیحات بیشتر داره و اینه که باید مارکینگ های مختلفی رو یاد بگیریم و کاری کنیم که حالت ناخودآگاهی پیدا کنه دست راستمون و همینطور آشنا بشیم با کانته، با لترا همینطور. بنابراین ازتون میخوام که خیلی با مترونوم اول اون تو جلسات پیش اون مارکینگ ها، اون کمپاس هایی که یادش گرفتیم اونا رو دوباره قشنگ با مترونوم تمیزشون کنیم و بعد بیایم سراغ این جلسه. خب خیلی ممنونم از کلارا. Gracias a ti. De nada, a vosotros y a ti. و امیدوارم که از این جلسه بتونید نهایت استفاده رو ببرید. خانه گیتار ایران.